برقرار میکنند ولی معلوم نیست که زیان مالی تاجران را کسی جبران خواهد کرد یا نه. زندگی در چهار دیوار خوابگاه نیم ساخت دهها آموزگار ҷавон از گوشه و کنار تاجیکستان در ناحیه قوبادیان از بیخانگی سرگردانند. و راهی آخرت در دوشنبه مراسمی ویدو با دانشمند برجسته توجیک خدایی شریفов برگزار شد. این عالمی شناخته شام دیروز درگذشت. صبح دیروز بازار حاجی شریفی شهر قرغونتپا کلانترین بازار در ولایت خطلان آتش گرفت. رئیست آتش نشانی ولایت میگوید سوختار در نقطه فروش مساله ساختمانی سر زد و 370 متر مربع را فرا گرفت. با گفته همین رئیست جزء تام‌های آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند. طبق گزارش شد در پی سوختار کسی آسیب ندید و زیان آتش سوزی و حجم خسارات دقیق بشود. در این باره آرزوی کریم از شهر قرغونتپا گزارش می‌دهد. ما در نزد بازار حاجی شریف در شهر قرغونتپا قرار داریم که نزدیک به شهری سربند است که گفته میشد تدبیرها به خاطر پیشگیری از سوختارها اینجا گرفته شده است. با اطلاع ریاست سوختار در بازار ساعت 8:15 صبح یک شنبه سر زده و جزء تام‌های آتش نشانی سری وقت به محل حادثه رسیدند. مسئولین بازار حاجی شریف فعلا از شرح این سوختار خودداری میکنند، اما مقامات تاجیکستان گفتند که سبب سر زدن سوختار با هم رسیدن ناقل‌های برقی است. بر اساس خلاصه مقدماتی متخصصان سوختار از یکی از ایوان‌های قسمتی مصالح ساختمانی بازار شروع شده است. چقدر ضرر دیدید؟ چند تومان؟ نگفتن که سببش چی است؟ اما مقامات این بازار گفت که آنها هر چیز زودتر برای صاحبکاران دکان‌هایی که در کام آتش رفتند برقرار میکنند. اما سوال به جواب این است که آیا اون ضرری که صاحبکاران دیدن جبران می شود یا نه. برنامه را از ولایت خطلان ادامه میدهیم. دادگاه ولایت خطلان 3 تن از نزدیکانی گلمورод ҳалимов полковник фирори توجیک را متناسباً از 7 تا 18 سالی به زندان محکوم کرد. قرار دادگاه در این باره هفته گذشته صادر شده است. اعضای خانواده ҳалимов ماه ایول امسال در پی یک زد و خورد با مقامات قدرتی در حدود ناحیه واسع بازداشت گردیدند. آنها برای کوشش فرار به افغانستان با هدف پیوستن به صف گروهی به نام دولت اسلامی متهم می شدند. و رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نمود بر ضد طالبانی افغان تحریم جاری کند. روز 29 اکتبر در کابل دکتر عبدالله با رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد غیرت عمرov دیدار و گفتگو داشت. سخنگوی حکومت افغانستان در این باره تفصیلات داد. رئیس اجرایی با رئیس کمیته تعزیرات شورای امنیت ملل متحد و دیگر اعضای این کمیته دیدار کرد. در این دیدار رئیس اجرایی آقای عبدالله پیشنهاد کرد که طالبان که قاتلین مردم افغانستان و تروریست هستند باید رهبرشان ملا هیبت الله و دیگر اعضای بلندپایه این گروه در لیست تعزیرات شورای امنیت اضافه شوند. برمیگردیم به تاجیکستان. سالهای اخیر در پایتخت تاجیکستان بناهای بلندوشانه بنیاد شده سیمای دوشنبه را به کلی تغییر میدهند. فعلا بلندترین بنا دوشنبه پلازا به حساب می رود که از 22 طبقه عبارت است. طبق نقشه نوی گنرالی به همین زودی ها جای ساختمان های عصر گذشته را بناهای تا 25 آشیانه خواهند گرفت. ولی متخصصان از این اقدام شهرداری نگرانند و بنیاد سروشانه ها را مشورت نمیدهند. گزارش نوبتی ما در همین باره است. در دوشنبه تلاش دارند مشکلات کمبودی منزل را از راه تخریب بناهای کهنه و بنیاد منزل‌های بسیار آشیانه حل کنند. طبق نقشه گنرالی در شرق پایتخت در سالهای نزدیک بناهای 2، 3 و یا 4 آشیانه تقریباً از بین خواهند رفت. ولی بسیاری از متخصصان زلزله‌شناسی تاجیک مخالف ساختمان بناهای بلند آشیانه در پایتخت تاجیکستان هستند. منطقه هستند که اینجا به مال سفید خاک است. من همین جایی که ما است اینستیتوت گئولوژی است، این سفید خاک است، لاس میگن
از نقطه نظر سیسمیکی بینات است خطرناک است و در بالای همین لیاسو خاک‌های لیاسی یا سفید خاک میگیم و من ساختن بناهای عظیم بلند از اون جمله بلند ممکن نیست تماما. با گفته دانشمندان شرکت‌های ساختمانی و مقامات شهرداری برای بنیاد چنین بناهای بسیار طبقه با زلزله‌شناسان مشورت نکردند. همچنین در نقشه نو عادی‌ترین معیارهای شهرسازی صرف نظر شدند و بناها به همدیگر خیلی زیچند. دانشمندان هشدار می‌دهند که در چنین حالت اگر زلزله شدید رخ دهد نجات دهندگان نمی‌توانند به کمک ساکنان برسند. بنیاد بسیار شده ایستادند لیکن نمیدونم از نقطه نظر توباوری با زمین جنبی و یا چه خیلی هستند چگونه هستند. دوره سوز فرمان استالین بود که در دوشنبه شروع دوشنبه خطرناکی زمین جنبی به حساب گرفته استالین فرمان داد که در این منطقه از 4 روشنه بالاتر بنا ساختن ناممکن است چون که خطر کلان دارد. تا کنون چنین حالت‌ها ثبت نشده است. آخرین زمین لرزه در تاجیکستان روز 29 اکتبر رخ داد که مرکز آن در شرق ازبکستان بود ولی در شهر دوشنبه جنبش آن زیاد احساس شد. اما مقامداران به این اندیشه ها راضی نیستند. این حرکت کردیم که همون کمبودی که حاضر برآمدن و کمبودی برطرف کردن. برای اینکه ما با همین سال هم قانون اویدی به خاطر سیسمیکی برآمدگی حاضر ما هم در دایره همین قانون هم فعالیت برسیدیم. حالا اکثر ساختمان‌های سال‌های 20 و 40 عصر گذشته در شهر دوشنبه تخریب شدند. تاریخ شناسان بر این نظرند که بناهای مذکور برای کشور اهمیت زیادی تاریخی و فرهنگی دارند ولی مقامات این نقطه نظر را نمیپذیرند و میخواهند پایتخت تاجیکستان سیمای زمانوی کسب کند. ضمناً بحث روی بنیاد منزل‌های بسیار طبقه در شهر دوشنبه در حالی است که در 137 کیلومتری آن حتی برای ساختن منزل گیلی به آموزگاران جوان مبلغ نمی‌یابند. تعدادی از آموزگاران جوان یکی از مکتب‌های نویه قبادیان میگویند چند سال پیش به خاطر امتیاز راضی شدند زادگاه خود را در منطقه‌های مختلف تاجیکستان به این نوعیه عوض کنند ولی به گفته آنها ظاهراً مقامات محلی و دههای خود را فراموش نمودند. بینای خوابگاه آموزگاران است اما ساختمانش از بی مبلغی ایستاده است. آن را با پول مردم می سازند و حالا دیگر بودجه آنها برای مبلغ گذاری چنین عمارت نمی رسد. همین سال گذشته این همه جای بی خوابی را مثلا خوابگاه درست که نداشتن مثلا خلق با یاری خودش با مبلغ خودش همین 4 دیوار برداشت مثلا دیگه همین یا سال که همین را مثلا رشد لای کردن نتونستن پشمانده نتونستن. رمضان از ناحیه شمس‌الدین شاهین به قبادیان به خاطر زندگی بهتر آمد. امید داشت امسال از اجاره نشینی می رهد. بعد 4 سال فراق 2 فرزند و همسرش را از شمس‌الدین شاهین به اینجا می آورد. هر روز با نظاره وضع این ساختمان امیدش کمتر می شود. مبلغ نیست و زورمو نه است بپوشونده نمیشه. یعنی که امسال هم اجاره میشینید؟ امسال هم اجاره میشینید. رمضان در مکتب رقم 59 دهه رودکلی ناحیه قبادیان استاد فنی صنعت تصویری است. او با 7 نفر آموزگار جوان از نواحی اطراف شهر کلاب به اینجا آمده است. جماعت ما مردم بسیار خیلی 4 وقت مشغول می باشد. ناحیه های دورتر خیلی من رشت و مومنابات بدخشان و آمادگی معلومات برای آمادگی خیلی متخصص نمی رسد. برای عوض آدینایف 32 سال دارد و با 4 فرزندش در این خانه اجاره نشین است. 3 سال پیش از ناحیه واسه آمد. میخواست صاحب زمین شود و خانه بسازد. اکنون چند سال است در همین منزل نوتیار با اجاره پولی 100 سامانی زندگی میکند. ما را وعده کردن که زمین میتیم. ما نکردن است که 4 سال ارزم میرسیم حکومت در اون کس بردار نمیرسه. بر طبق قرار حکومت به آموزگاران جوان باید قطعه زمین برای ساختن خانه استقامتی جدا شود.
اما چند سال باز عریضه آموزگاران جوان مکتب رقم 59 دهه رودقل به بررسی است. زمین خواهد تامین کردن با شرایط هستون لیکن دهه رودقل نیکن خوندمان نیسته. یک وقتشتا یک هکتار جدا شده لیکن وقت وقتشتا تقسیم کرده و کرده دادگی. اما زندگی آموزگاران دهه رودقل آنقدر بیرنگ نیست. تحولات خاص خود را دارد. آموزگار فنی زبان انگلیسی در نور محمد 2 روز باز از خانه اجاره به این منزل کوچیده است و خرسند است. بعد 4 سال صاحب این گوشه شد. چند پولی معاشش را که به اجاره می رفت می تواند اکنون پس انداز کند. در خانه های مردم زندگی می کردیم. نمی‌دانید شبانه روز میشه که نمی خونه با طریق حشر با همکارو با همین یاردم همین آموزگارا و خوانندگان همین خانه ساختیم زندگی کردیم دارم. حالا دیگر در زندگی نور محمد صحیفه تازه باز شده است و می‌خواهد که آن فعال نیک باشد. شما برنامه تلویزیونی رادیو озодӣ رو тамошо доред. دیروز قلب خدای شریف یکی از دانشمندان برجسته منقد و ادبیاتشناس شناخته توجیک از تپیدن باز ماند. این عالم معروف که برای اثرهایش جایزه‌های زیادی را صاحب شده است، یک عمر در رشته فیلولوژی دانشگاه دولتی توجیکستان کار کرده است. برادر یوسفی امروز در مراسم جنازه این دانشمند شناخته شرکت داشت. الله اکبر. مراسم جنازه خدایی شریف دانشمند شناخته تاجیک ظهر دوشنبه 30 اکتبر در مسجد مرکزی دوشنبه با امامتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان برگزار شد. خدایی شریف شام یکشنبه 29 اکتبر در منزلش در شهر دوشنبه در سن 80 سالگی از عالم چشم پوشید. در مراسم دیگری در منزل استقامتیش شاگردان و اهل علم و فرهنگ از او دانشمند کم نظیر ادبیات شناسی تاجیک نام بردند. خدایی شریفوف ادامه دهنده کاری اولین گروه عالمان ادبیات شناسی تاجیک، دوام دهنده کاری پروفسور شریف جان حسین زاده، عبدالغنی میرزایف، ناصر جان معصومی، واحد اسراری، صاحب تبر، یعنی نسل دومی بعد اینها به حساب می رفتند و عنعنه نیکی که از اینها داشتند این بود که ادبیات کلاسیک، پیوند ادبیات کلاسیک را به ادبیات معاصر تاجیک می آموختند، درک می کردند و می گفتند. خدایی شریف به عنوان یکی از بنیادگذاران نقد ادبی علمی تاجیک نامبر شد. او همچنین در سالهای اخیر در تحقیق داستانهای شاهنامه فردوسی سهم جدی گذاشتند و در ضمن کتاب شاهنامه و شعر زمان فردوسی را در سالهای اخیر تالیف کرده به نشر رسانیده بود. و عربستان سعودی از آغاز سال نو میلادی به زنان کشورش اجازت میدهد که به برخی از ورزشگاه‌ها وارد شوند. این اقدام نو بخشی از تلاش‌های رهبریت آن کشور برای کاهش محدودیت‌ها در مورد زن‌ها در این دولت محافظه‌کار است. هیئت عمومی ورزش عربستان سعودی در صفحه توییتر خود گفته است مقام‌های ضد دخل به آماده‌سازی ورزشگاه‌ها در ریاض، جده و دمام شروع کردند و از آغاز سال 2018 خانواده‌ها می‌توانند در ورزشگاه‌ها حضور پیدا کنند. بنابر قانون‌های عربستان سعودی یک عضو کلان مرد در خانواده باید برای تحصیل، مسافرت و یکی دست فعالیت‌های دیگری زنان اجازت بدهند و در غیر آن زنان از چنین حقوقی بهره‌مند نیستند. و برنامه امروز را انجام میدیم. اگر میل خوندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر از این را دارید پس سامانه ozodi.org صفحه رادیو ozodi در فیسبوک و ادناکلاسنیک و هم کانال ozodi ویدیو در یوتیوب برای همه شماست. تشکر که با ما هستید. برای کار میخواهیم و فردا شما را در همین وقت منتظریم.